سلام به رپ مرداد 1404 خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام راجع به 5 تا کتابی که توی مرداد 1404 خوندم با شما صحبت کنم و یکی از کتاب ها رو به شما هدیه بدم. این کتاب زندگی خوب بسنده از نشر بیتگل عزیزمه که به 3 نفر از شما هدیه میدم. بریم که در مورد کتاب ها صحبت کنیم. اولین کتابی که میخوام راجع بهش صحبت کنم همین کتاب زندگی خوب و بسنده است. کتابی که توی دنیای امروزی که همه درگیر برتری جویی هستن خیلی خیلی کاربرد داره و به نظر من مورد نیاز آدم هست. چرا؟ چون ما در یک سیکلی گیر کردیم که احساس میکنیم کافی نیستیم و بعد از خوندن این کتاب متوجه میشی که نه، خیلی هم خوبی، کافی. تو اینجوری فکر میکردی، تو اشتباه فکر میکردی، دیگران به تو این باور رو دادن که تو کافی نیستی و این واقعا امروزه من با خیلی از دوستام که صحبت کردم، حتی خود من هم درگیر این مسئله هستم که به اندازه کافی برای رابطه‌ام، برای پدر و مادرم، اطرافیانم، اصلا سیارم، زمینم خوب نیستم و باید بیشتر تلاش کنم و بیشتر تلاش میکنم و باز احساس میکنم کمه. ولی بعد از خوندن این کتاب متوجه شدم که نه بابا، خیلی هم اونجوری که فکر میکردم نیست. به نظر من اینجوری بوده، دیگران به من این حس رو میدادن. چرا؟ چون خودم رو با دیگران مقایسه میکردم. ولی الان میبینم که نه، خیلی هم بد نیست و خوبه. حالا هم توی رابطه، توی زندگی خانوادگی، نمیدونم، برای زمین، برای سیارم، اونقدر ها هم من مثلا بد نیستم. سرفصل‌های کتاب رو میبینید که توی این کتاب واقعا بعد از خوندنش متوجه میشیم که من حداقل خیلی حس بهتری دارم. من فکر کنم هر کسی این کتاب بخونه این اتفاق براش میفته. سرفصل‌هایی که داره یه مقدمه است، یک برای خودمانه که واقعا برای خودمان توی این فصل میگه که اونجوری که فکر میکردی نیست، یکم با خودت مهربونتر باشی، یه ذره خودتو کافی بدون، بسنده باش به اون چیزی که هستی، فکر نکن که چیزی از بقیه کم داری. برای روابطمان، جهانمان، سیارمان. یه جایی توی روابطمان میگه که از همسرتون بپرسین که به رابطه شما، حالا همسر یا پارتنر، هر کسی در قالب ازدواج یا خارج از ازدواج، که به رابطتون از 10 چند میده و اگه طرف مقابل به شما 7 یا 8 داده، خیلی اوضاعتون خوبه و خیلی رابطه خوبی داریم. در صورتی که ما، حداقل خود ما منظورم حالا من و اطرافیان و کسایی که در مورد این موضوع باهاشون صحبت کردم، اینجوری بودن که اگه بگم 7 یا 8 ناراحتم، فکر می‌کنم متوسطه و خوب نیست. تو این کتاب راجع به فلسفه های مختلفی صحبت کرده که همه اون فلسفه هایی که داره به نظر من یه چیز میخواد بگه، اون هم اینه که همه این فلسفه ها این اندیشه بنیادین را ترویج میکنند که ارزش زندگی به دستاوردهایی نیست که با استعدادترین و موفقترین افراد میتوانند برای دیگر اعضای جامعه برمقام بیاورند، بلکه ارزش زندگی به این است که در جهانی هدفمند تک تک انسان‌ها موفق تلقی شوند و سزاوار تحسین باشند. واقعا به نظر من فوق‌العاده است. یعنی یه جهانی که اصلا وقتی بهش فکر می‌کنیم به نظر من یه آرمان شهره، این که همه آدم‌ها موفق تلقی شن، همه خوب باشن، همه عالی باشن. این چه حال خوبی همه دارن واقعا. تو این کتاب خیلی راجع به موضوع اصلی که داره، یعنی و خیلی راجع به صحبت میکنه، همین واژه بسنده است. اینکه آقا بسنده بودن در جامعه امروز چقدر نیازه، چقدر لازمش داریم، چقدر باید راجع به صحبت کنی با اطرافیانم. ببین آیا ما از دید اونا ما بسنده هستیم، ما کافی هستیم؟ بعد میبینی آره واقعا هستیم، ولی خودمون نمیدونیم، خودمون اینجوری فکر نمیکردیم. و به نظر من خیلی خیلی برای من خیلی تاثیرگذار بوده و برای هر کسی که توی این روزها احساس کافی بودن نداره میتونه انتخاب خیلی خوبی برای مطالعه باشه. یه جایی میگه که آرمان زندگی خوب بسنده برای همه از ما میخواهد هدفهایمان را طوری تعیین کنیم که در راستای ترویج و شکل‌گیری جهانی مملو از شایستگی و کفایت برای همه باشد. یعنی واقعا توی زندگی بسنده فقط همینو میخواد. توی زندگی که ما میگیم خوب بسنده است، فقط همینو میخواد، چیز دیگه ای نمیخواد. من به نظرم این که نمیذارن ما اون احساسو داشته باشیم
اگه بخوایم مثلا راجع به مد صحبت کنیم یا راجع به محیط زیست یا راجع به هر کدوم از اینا المان هایی که وجود داره، آدم هایی که توی اون بالای اون هرم هستن، مثلا هرم مد و فشن، اونان که دارن این نیاز رو توی آدم ها به وجود میارن که تو باید الان اینو بپوشی، الان این کار رو کنی، اونا نمیذارن همه به این احساس برسن. نمیدونم منظورم خوب گفتم یا نه. این خیلی مهمه. یکی از موانع اصلی بر سر راه دستیابی به شکل‌های جدید خوبی و بسندگی میل شدید برخی آدم‌ها به داشتن پول بیشتر، همان ثروت نسبت به دیگران است. ببین واقعا اینو من خیلی دیدم، یعنی حداقل تو اطرافیانم چند مورد میشناسم که دیدیم، حالا توی محل کار، اطرافیان و اینا، انگار اون آدم از این که بدونه بیشتر از بقیه پول داره احساس رضایت میکنه. اصلا مهم نیست چقدر، مهم فقط دلش میخواد اون حس برتریه باشه، اون قدرته باشه. که اینم من قبلا یه کتاب خونده بودم، نمیدونم کتاب بوده، کتاب کوتاه بود فکر کنم یا مقاله بود، دقیق یادم نیست، ولی اینو اکثر آقایون دارن، کسایی که دچار مشکل هستن و مسئله عزت نفسشون هم دچار مشکل شده، اینجوریان که نیاز دارن به پول بیشتر و پوله که بهشون قدرت میده. حالا بعضیا دنبال ورزش و مثلا بدن خیلی تنومند و قوی میرن و بعضیا دنبال قدرت اجتماعی میرن. این خیلی ثابت شده است و حالا نمیدونم شما توی اطرافیان تو حالا چنین کیسی و چنین موردی رو دیدین یا نه، حالا اگه دیدین بهم بگین. این خیلی اینجوری هست. این همون چیزی که گفته بودم، بسیاری از آدم‌ها از صمیم قلب دوست دارن زندگی خوب و بسنده‌ای داشته باشن و شغلی پیدا کنن که با ارزش‌ها و خواسته‌هایشان همسو باشد، ولی جامعه با ترفندهای مختلفی مسیرشان را تغییر می‌دهد. یعنی همونه دیگه، انگار جامعه، همون آدم توی جامعه کیا نمیخوان؟ آدمایی که بالای یه جایی وایسادن دیگه، آدمی که دارن از این احساس کافی نبودن امثال من و شما دارن سود میبرن. چرا سود میبرن؟ چون همون که میگم، این همون دنیای مد و من مثال میزنم، فست فشنی که الان وجود داره، یه سود عجیب غریبیه و از اون طرف هم یه آسیب خیلی عجیب غریبی به محیط زیست وارد میکنه ها. خیلی وحشتناکه و واقعا اونان که نمیخوان آدم ها به اون جایگاهی که اصلا حالا همه خوب باشه برسن. خیلی بخوام راجع به این کتاب صحبت کنم خیلی میشه، ولی یه چند تیکه ازشو میخونم، چند بخششو، که اگه دوست داشتین فکر کردین به دردتون میخوره، با آگاهی بهتر کتاب بخریم. تو دنیایی که امروز کتاب‌ها خیلی گرونن و نشر بیتگل خیلی گرونتر، واقعا میدونم گرونی این داره همه رو اذیت میکنه. تمام بچه‌هایی که تو حوزه کتابن همه دارن میگن که بابا کاش یه ذره قیمتش بهتر بود، ولی خب دیگه نیست دیگه، اونام حالا شرایط خاص خودشونو دارن. به خاطر این من یه چیزی هم بگم، همیشه سعی میکنم مثلا نیام بگم این کتابو همه بیان بخونن. دلم میخواد راجع به کتاب صحبت کنم که اگه برای شما مناسبه، یعنی اگه شما چین احساسی که صحبتایی که من کردم، مثلا شما چین احساس برتری جویی ندارین یا احساس کافی بودن دارین، خب بی‌نیازین از این کتاب دیگه. کلا اینجوریه که آدم هر چی بیشتر بخونه که خیلی خوبه، ولی از اونجایی که کتاب خیلی گرون شده و ما یه ذره بودجه‌مون محدود شده، به نظرم آدم بهتر با آگاهی بیشتری کتاب بخره و درگیر تبلیغات و هر معرفی نشه. نگاه کنید ببینید این به کار شما میاد یا نه. اینو من همیشه تاکید میکنم روش واقعا، چون نمیخوام الان شاید شما بگین که مثلا من یه کتاب گرفتم، خیلی وقتا اینجوریه دیگه، کسایی که تو حوزه کتابن، بوک بلاگرها اینجوریه که خب شما یه پول از نشر گرفتین، نشرم کتاب رایگان برای شما فرستاده که شما اونو تبلیغ کنین، معرفی کنین. خب و واقعا خیلی وقتها دیدم که یه کتاب الکی همه دارن ازش تعریف میکنن فقط چون اون پولو گرفتن. و بارها شده خود من خواستم با کسی همکاری کنم، با نشری، و اون کتابه واقعا خیلی میخواستم واقع بینانه راجع به صحبت کنم، ولی وقتی صحبت کردم با کسی که در ارتباط بودم گفت نه نمیشه. یعنی اینجوری که شما دارین میگین، داری کتابو یه نقد بدی هم میکنی که اینجوریه اونجوریه و فلان و اینا، پس این پولی که گرفتی واسه چیه؟ و اصلا اون کار اصلا کنسل شد، ما همکاری کنسل شده بود. ولی کلا میگم که واقعا توی شرایط امروز بهتره یکم هوای همدیگر رو داشته باشیم و منطقی تر نگاه کنیم. به خاطر این من دلم میخواد از کتاب‌ها بیشتر بگم، یه جوری بگم که اگر نیاز شما هست، اگر توی دنیایی که امروز شما هزار اولویت دارین، اگر فکر میکنین به کارتون میاد، از این استفاده کنین. یعنی امیدوارم منظورمو و هدفمو خوب گفته باشم بهتون.
بسیاری از ما می‌دانیم فشار و اضطرابی که بر روابطمان تحمیل می‌کنیم بخشی از مشکلات متعددی است که امروز فرهنگ برتری جویی آنها را تشدید می‌کند. از طرفی می‌دانیم که بخشی از مشکلاتی که در روابط و رفتارمان با دیگران داریم از رعایت نکردن اعتدال سرچشمه می‌گیرد. همیشه یا بهترین والد و معشوق هستیم یا بدترین. ولی مجبور نیستیم بین شاهزاده رویاهایی و آدم معمولی یا بین پدری نمونه و پدری که حاضر نیست گهگاهی فرزندش را به کلاس فوتبال برساند یا دوستی که از جان و دل برای ما مایه میگذارد و کسی که 2 سال یک بار احوالی از ما میپرسد یکی را انتخاب کنیم. اونجا به صحبت اعتدال هم هست دیگه، اون اعتدال هم رعایت کنیم خیلی خیلی خوبه. ما وقتی خسته ایم زودرنج میشویم و نمیتوانیم کاملا بر زودرنجیمان غلبه کنیم، اما بی تردید میتوانیم قابلیت تشخیص این نکته را در خودمان تقویت کنیم که عامل زودرنجیمان خستگی است نه شریکمان. این توی بخش روابطمونه که میگه که برای اینکه رابطه‌تون رو بهتر کنید، به نظرم این بخش رابطه‌اش حداقل به خود من یه جاییش کمک کرده. از یه ذره بعد روانشناسی میگیره، ولی روانشناسی خوب که کمک کننده است. یه بخش دیگه میخونم، اینم جزء بخش روابطه. همچنین باید درک کنیم که ما همه چیز و همه کس شریک ما نیستیم و اون نیز همه چیز و همه کس ما نیست. ما باید برای هم خوب و بسنده باشیم و خوبی و بسندگی یکدیگر را بپذیریم. فقط در این صورت میتوانیم هم لحظات ناب عاشقانه را در رابطه ایمان تجربه کنیم و هم به تلاشمون برای شکوفایی خودمان معنا ببخشیم. خیلی از این کتاب صحبت نکنم، ویدیو خیلی طولانی میشه، ولی فکر کنم اون صحبتایی که باید میکردم گفتم. حواستون باشه که اگه دوست دارین این کتاب رو هدیه بگیرید میتونید کامنت بذارین بهم بگین که دوست دارین کتاب هدیه بگیرید و فکر میکنین به کارتون میاد و نیاز بهش دارید و امیدوارم اگه خیلی بهش نیاز دارین شما راستی اینو بگم که تا یادتون نرفته لایک کنید و برام کامنت بذارید. کامنت شما باعث میشه که دلگرمی من بیشتر شه و انگیزه و شوق بیشتری برای ادامه داشته باشم. مرسی. دومین کتابی که خوندم و امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم، البته کتاب نیست، مجله است، مجله آنگاهه که آنگاه اصلا نمیدونم چجوری باید واقعا راجع بهش صحبت کنم. اولا همه میدونن من عاشق مجله‌ام، چون من با مجله ها کتاب خوند شدم. خیلی هستن میگن ما فلان کتاب خوندی، ولی من شخصا با مجله بوده. به خاطر این یه حس دیگه‌ای به مجله دارم و این مجله خیلی خوبه، خیلی 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 درست حسابیه، یعنی واقعا درست حسابیه. خیلی کم داریم مجله‌ای که اینقدر خوب باشه. آنگاه اینجوریه که میخواد به نظر من یه مجله نیست، بین کتاب و مجله است. یعنی فرم و قالب محتوای کتابو داره، اما لحن ساده و صمیمی و مصاحبه طور مجله هم داره. پس یه چیز خیلی خوبه. و توی مجله آنگاه من قبلا شماره دیگه‌ش رو که بود سال مثلا چند سال پیش خونده بودم، ولی الان میخوام که بیشتر ازش بخونم چون خیلی خوبه و ما رو با شخصیت‌های خیلی بزرگی آشنا میکنه که اگر نمیشناسیم خیلی خیلی لازم و ضروریه برای یک ایرانی که بزرگ‌هاشو بشناسه. مرداد ماه من آنگاه 19 رو خوندم، مدرسه یار دبستانی. مرداد ماه من شماره 19 رو خوندم، آنگاه 19 مدرسه یار دبستانی، که خیلی دوستش داشتم، خیلی زیاد. واقعا مدرسه واسه من دیگه یه چیز دیگه است. اولش آقای تنهایی سردبیر میان یه صحبتی میکنن که خیلی قشنگ گفتن و میام راجبش و میام میخونمش. مدرسه یار دبستانی. مدرسه مثل هر پدیده موافقان و مخالفان بسیاری دارد. گروهی آن را وسیله‌ای برای همانندسازی و تفتیش و تحمیل عقاید می‌دانند، راهی برای شبیه کردن کودکان به آنچه که حاکمان می‌خواهند، و گروهی دیگر فکر می‌کنند مدرسه نخستین گام‌های رهایی و خودیابی کودک است تا از آنچه که انجارها یا ناهنجارهای مسلط خانواده است فاصله بگیرد. ما بعد از شماره خانه به سراغ مدرسه آمدیم. نگاه‌های متفاوتی را کنار هم گذاشتیم تا این پدیده مهم را واکاوی کنیم و ببینیم مدرسه ها چه هستند و چه باید باشند.
هرچند نمیتوان پنهان کرد برای ما مدرسه یعنی رشیدیه، تربیت، باغچبان، بهرنگی، میرهادی، بهمن بیگی، آزموده و صدها معلم گمنام در سراسر ایران پهناور، کسانی که با تلاش‌های فردی و جریانسازی جوانی و عمر خود را وقف شکوفایی کودکان این سرزمین کردند. با همه حسن‌ها و کاستی‌های فردی به شکل شگفتی در مقابل سختی‌ها مقاومت کردند تا مدرسه چیز بهتری شود از آنچه که بود. میدانم بسیاری از ما هنوز خاطرات تلخی از مدرسه داریم، از تنبیه‌ها و تحقیرهایی که پس از سالها اثرات خود را در جای جای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهد که نیازمند تحلیل و بررسی جدی‌تری است. اما بسیاری از ما بهترین دوستان خود را از دوران مدرسه و تحصیل داریم و اجتماعی شدنمان را مدیون مدرسه هستیم. بخشی از رشد و شکوفایی ما مرهون معلم‌های دلسوزی است که چراغ راهمان شدند. امیدواریم این شماره تلنگر کوچکی باشد برای درک بهتر مدرسه و بهبود فردای آن. آرش تنهایی. خیلی قشنگ بود واقعا. این شماره از آنگاه برای من خیلی عزیزه. تو این شماره شما مصاحبه هایی میبینید با آقای باغچبان، یعنی با دختر ایشون، که و قصه این که اصلا این باغچبان چی بوده. خب فامیلشون عسکری بوده، بعد قدیم زمانی که تبریز بودن فامیل رو تغییر دادن به باغچبان و یکی از کسایی که خیلی توی ایران مؤثر تو حوزه آموزش و پرورش ایشون هستن. و اینکه من چرا این مجله رو دوست دارم، چرا دلخواه منه، چون آدم‌های بزرگی که داریم و وظیفمونه و باید بشناسیم و به ما معرفی میکنه، مصاحبه میکنه، باشون صحبت میکنه و خیلی دلچسبه. این شماره ما رو با دو نظر آشنا میکنه، دو تا نقدی که به مدرسه است. بعضیا میگن که کودک باید خودش به اون خودیابی برسه، به اون رشد و خودیابی، و از اون طرف بعضیا میگن که نه، اون نظمه و قاعده و اصول باید باشه. خب متفاوت دیدگاه. اما بعد از این خوندن این مجله، واقعا این شماره از آنگاه، به این فکر میکنیم که واقعا مدرسه چی باید باشه. من خیلی به این فکر کردم که به نظرم هر کدوم از ماها میتونیم توی ذهنمون با توجه تجربه‌ای که توی مدرسه داشتیم به این مسئله فکر کنیم و جواب بدیم و خیلی متفاوته. ولی امیدوارم، یعنی آرزوی قلبیمه که مدرسه یک مکان بهتر بشه، روز به روز بهتر شه. آدم‌های بزرگی مثل توران میرهادی عزیزم، مثل خانواده باغچبان و عزیزان دیگری که توی حوزه آموزش و پرورش فوق‌العاده بودن دوباره بیان و بشناسیمشون و واقعا اینکه شخصیت‌های برجسته کشورمون رو بشناسیم برای من یه حس خیلی خوبی داره و یکی از دلایلی که عاشق آنگاه هم هستم همینه. کتاب بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، چرا اشتباهاتمان را تکرار میکنیم. این خیلی مثلا این کتاب من خریدم به خاطر عنوانش، چون من خیلی تو این تله گیر افتادم و الانم توش هستم دیگه، دارم غلط میخورم واقعا توش. اول بگم که این کتاب خیلی کتاب سخت خوانی بود. یعنی من وقتی شروعش کردم توی اینستاگرامم گفتم دارم این کتابو میخونم، چند نفر اومدن بهم گفتن ما هم این ترجمه رو نشر لگا خوندیم، بعضیا همین ترجمه رو داشتن و براشون سخت بود و رهاش کردن. حالا من دیگه سعی کردم تا آخر باش بیام و نمیدونم، من فکر میکردم مشکل از منه، چون بعضی جملات رو چند بار میخوندم و متوجه نمیشدم. بعد گفتم شاید مشکل از مترجمه، رفتم روش مترجم سرچ کردم، نه بابا من اصلا کی باشم که بخوام در مورد ایشون نظر بدم، تخصصی ایشون داره کتاب‌های روانشناسی ترجمه میکنه، نشر بینش نو هم که میدونیم چه نشریه و چقدر کیفیت همه چیزش عالیه. پس این اصلا در مورد مترجم مشکل از مترجم نیست، مشکل اینه که آگاهی و سواد روانشناسی من خیلی کمه واقعا به نظرم و این نویسنده عزیز یکم سخت نوشتن. این ساده نویسی خیلی هنر بزرگه توی نویسندگی که انگار ایشون یکم ازش دور بودن.
ولی کتاب در مورد چیه؟ خیلی میگم برای من یکم سخت بوده. در مورد اینه که اول میاد میگه که تکرار چیه. اصلا مثلا من از خود کتاب بخونم، فصل اولش که شروع میکنه یه مقدمه داریم، بعدش میاد میگه تکرار. اینا تکرار چیست؟ تکرار ضربان و حرکتی جهانی است که نظم زیستی، روانی، اجتماعی و حتی منظومه شمسی را هدایت می کند. توصیف من از تکرار این است: تکرار در واقع توالی دست کم دو اتفاق است که در آن یک موضوع ظاهر می شود، اتفاق اول، بعد ناپدید می شود و دوباره ظاهر می شود، اتفاق دوم، و هر بار هم کمی با دفعه قبل متفاوت است، اما کاملا می توان تشخیص داد که همیشه همان موضوع در کار است. تکرار همیشه تکرار همان اولی است، یعنی همون چیزی که هر بار با اندکی تفاوت ظاهر می شود. تو این کتاب میاد ریشه های ناخودآگاه ما و رفتارهای تکراری و اشتباه هایی که ماندگار هستن رو بررسی میکنه. یه جایی میدونیم این رفتار اشتباهه، میدونیم این کاری که داریم انجام میدیم اشتباهه، ولی انگار داخل یه تله گیر افتادیم و نمیتونیم ازش در بیایم. یه چیزی که وجود داره، من از روی چیز بخونم، دقیق بخوام بخونم توی کتاب چیزی که بوده و میگم من خیلی بعضی جملات واقعا چند بار میخوندم، فکر میکردم مشکل از تمرکز منه، بعد گفتم خب مشکل از سواد منه دیگه. بعد متوجه شدم که نه، اون همون نویسنده هست و به خاطر این یکم سخته واقعا راجع به این صحبت کردم. بعد گفتم کاش همخوانی باشه که من اینو با همخوانی که مثلا طرف یه مشاورم هست بخونم که بهتر درکش کنم، بس گذاشتمش برای یه همخوانی خوب. اما تو کتاب میاد تحلیل دلایل تکرار اشتباهات علیرغم آگاهی. آگاه هستی به این اشتباه ولی هی تکرارش میکنی. چرا؟ واقعا چرا؟ تا حالا اینجور براتون پیش اومده؟ و میاد نقش فرایندهای ناخودآگاه در تصمیم گیری ها رو میگه و تفاوت بین تکرارهای سالم و مرضی گونه و یه سری مثالهای بالینی و راهکارهای علمی میده. من این مثالهای بالینیشو درک کردم ولی اون راهکارها رو درک نکردم. یعنی احساس کردم برای من نوعی خیلی راهکار گشاینده‌ای نبوده، خیلی راهکاری نبوده که من بتونم ازش خارج شم. کلا توی کتاب خیلی راجع به تکرار صحبت میکنه. کتاب خیلی کوتاهیه ولی همین توی همین کتاب کوتاه موضوع اصلیش روی همون تکرار دیگه. یه پدیده ناخودآگاهیه که میتونه هم سالم باشه هم مرضی گونه، یعنی دوتا گونه رو داره. و این که تکرار 3 تاثیر مهم روی ما میذاره. یکی حفظ هویت خودمون، خودشکوفایی و تایید هویتمون. راجع به این مسئله هم صحبت میکنه. بعد دیگه خیلی متفاوته و به نظر من، نظر شخصیمه واقعا، این کتاب نمیتونه واسه همه مناسب باشه، یعنی چون سخت خوان هست و اینا. حالا بهتره یا با همخوانی باشه یا کسایی که روانشناسی خوندن یا اصلا چه تو دانشگاه چه حالت عادی خیلی مطالعه کردن، میتونه براشون راحت تر باشه. یه جایی میگه موجودی که اکنون هستیم تکرار گذشته ماست. منی که اکنون دارم با شما خواننده صحبت میکنم نتیجه همه آن چیزهایی هستم که در کل زندگیم بودم، یعنی نتیجه تجارب خوشایند یا دشواری که از سر گذراندم. یعنی ساده ترین جملهش که راحت و قابل فهم بوده میتونم بگم همین بوده. خیلی من توش علامت سوال گذاشتم و نوشتم که بعداً اینا رو بپرسم. حالا امیدوارم بعداً یه همخوانی خوب باشه در کنار یک روانشناس و این کتاب رو بهتر بخونم و بهتر درک کنم. تا اینجا اینا کتاب چاپیایی بود که خوندم. 2 تا هم کتاب صوتی خوندم. یکی آنچنان که بودیم از خانم لیلی گلستان و یادداشت‌های یک دیوانه از نیکولای گوگل. بیام راجع به این کتاب لیلی گلستان صحبت کنیم که رادیو گوشه عزیز، یعنی قربونش برم، خیلی عاشقشم. این کتاب رو صوتی کردن. من خیلی طرفدار کتاب صوتی ام، خیلی زیاد. هرچی با پی دی اف خیلی نمیتونم ارتباط بگیرم، سخته برام. درش هم این که خب سالها چشمام خیلی ضعیف بود و اذیت میشدم. بعدش هم خب جراحی کردم دیگه، سعی میکنم پی دی اف نخونم، ولی صوتی دیگه خیلی فنشم. خیلی آنچنان که بودیم در مورد میشه گفت یک اتوبیوگرافی
از لیلی گلستان، اما نوعش یکم متفاوته. خود خانم گلستان یه سری از مصاحبه هایی که داشته تو این کتاب آورده، مصاحبه های خیلی قدیمی، و میدونیم که ایشون با ترجمه های اوریانا فالچی خیلی معروف شد توی ایران، خیلی زیاد سر و صدا کرد و بعدش کارهای دیگه انجام داد، روزنامه نگاری، گالری داری، نقاشی، خیلی کارهای فرهنگی. و 50 سال، نیم قرن ایشون کار فرهنگی انجام دادن. من خیلی دوستشون دارم، از اون شخصیت‌های دلخواه منه. راستشو بگم قبلا که نوجوان بودم، اواخر نوجوانی، اوایل جوانی، خیلی دوست داشتم جای ایشون زندگی میکردم، خیلی برام جذاب بود. ولی خب بعدها دیگه آدم متوجه میشن که بابا اینم حالا مشکلات خودشو داشته، حالا من دارم از بیرون میبینم که قطعا اون مشکلاتم خودشون خیلی راجع بهش صحبت کرده تو مصاحبه‌های مختلفی. تو کتاب آنچنان که بودیم، لیلی گلستان میاد راجع به تجربیات این 50 سال صحبت میکنه که ما در بطن کتاب میتونیم به شخصیت خود خانم گلستان برسیم و متوجه شخصیتشون شیم، شخصیتی که من خیلی دوستش دارم، خیلی عاشقشم واقعا. ولی یه جاهایی حالا یه سری مصاحبه آورده بود که به نظر من دیگه یکم داشت تکراری میشد، یعنی یه جاهایش برای من تکراری بود. حالا نمیدونم توی کتاب احساس تکراری بودن داشتم یا چون خب قبلا هم از ایشون مصاحبه و چیزای دیگه خونده بودم برام تکراری بود، اینو یکم دوست نداشتم توی این کتاب. ولی خب رادیو گوشی این کتاب رو صوتی کرده و حالا اگه دسترسی به کتاب نداریم و اگه طرفدار اتوبیوگرافی هستین یا اینکه بدونین اصلا چون داخل کتاب فقط در مورد زندگی شخصی نیستی که در مورد زندگی کاری که چطور بوده، اونم نقش یک زن، اگه علاقه دارین به موضوعات زنان، این کتاب پیشنهاد خیلی خوبیه براتون و بهتون پیشنهاد میکنم. اما کتاب آخری که توی مرداد ما گوش دادم، کتاب یادداشت‌های یک دیوانه اثر نیکولای گوگل که یکی از بزرگان ادبیات روس، ترجمه خشایار دیهمی که صحبتی در ترجمه نداری، و نشر نی که خیلی دوستش دارم. این کتاب 8 داستان کوتاه از گوگله که با ترس و لرز میخوام بگم، واقعا امیدوارم طرفداران ادبیات روس چیزی به من نگن، سلیقه من نیست. یعنی اصلا بخوام راجع به کتاب خیلی صحبت کنم نمیتونم، چرا؟ چون کتابی که سلیقم نیست، دوستش نداشتم، یه جایی ارتباط نگرفتم. من طرفدار ادبیات کلاسیک نیستم، نوع سیر مطالعاتی من اینطوریه. حالا بگو خب چرا این کتاب انتخاب کردی؟ واقعا چرا انتخابش کردم؟ مثلا چه دلیلی داره؟ چون من از گوگل هیچی نخوندم و گفتم خب بذار یه کتابی انتخاب کنم که چند تا داستان کوتاه داره و بهتر باش آشناشم، ولی دوستش نداشتم. و یه چیزی که میگن که گوگل ها مخصوصا توی این کتاب خیلی کمدی داره، خیلی کمدی خوبی داره. اصلا خیلی تو ادبیات روس گوگل رو به کسی که کمدی مینویسه میشناسن، ولی راستشو بگم هیچی از این کمدی متوجه نمیشدم. اصلا برام کمدی نبود، واقعا کمدی نبود. ببین یه چیزی هم راجع به کمدی من بگم، قبلا یه جایی میخوندم، مثلا دیدی بعضیا میان فرندز رو نگاه میکنن و میگن که وای فرندز چقدر بیمزه است. کلا فرندز اینجوری، یا خیلی هم عاشقشن یا یه سری آدم مثلا فنشن و یه سری نه، ازش متنفرن، به نظرشون خیلی بیمزه است. چرا؟ چون این داخل اون فرهنگ با مزه است، مزه داره، جوک، فان، کمدیه. توی یه فرهنگ دیگه اینجوری نیست. ببین اصلا حالا من در مورد فرندز صحبت کردم چون حالا من خودم فن فرندزم، ولی اصلا توی حالت عادی ببین مثلا یه اصطلاحی هست، من چون خودم خب جنوبی هم، همسرم کرمانشاهیه، مثلا من خیلی بهش میخندم، ببین واقعا روده بر میشم، بعد به اون که میگم هیچ واکنشی نشون نمیده، هیچی. بعدش میگم که مگه متوجه نشدی این چیه؟ میگه متوجه شدم ولی متوجه نشدم کجاش خنده داره. یا مثلا توی این اینستاگرام دیدی خب هر کسی، مثلا کسایی که تو حوزه کمدی بلاگر هستن، تولید محتوای کمدی دارن، مثلا محلی هر جایی، مثلا من چند نفر تو خوزستان خیلی فنشونم، نگاه میکنم و اینا. میلادم همینطور دیگه، مثلا وقتی شبا اینستاگرام آخرش میخوایم یه چیزی نگاه کنیم، یه چیز خنده دار، میگه بیا اینو نگاه کنیم، مثلا نوبت اون به تصمیم میگیره که ما اینو نگاه کنیم، میخنده. من اصلا به هیچی خندم نمیگیره، هیچی، واقعا هیچی. یعنی اصلا انگار اون کمدیه واقعا هیچ درکی ازش ندارم.
اینم اینجوری بود، به خاطر این خیلی تو ذوق آدم میخوره. میدونی وقتی شما دارین به این میرین که این کتاب توی خیلی شاهکاره، توی روسیه خیلی شاهکاره، من میدونم این که چقدر شاهکاره، ولی انگار با این دیدگاه رفتم که کمدی جذاب خفن اتفاقا 80 داستان خوبه گوگل رو گذاشته. خب کمدیش کجا بود؟ واقعا قیافم اینجوری بود که مثل وقتایی که میلاد مثلا این چیز خنده داره کرمانشاهی میذاره و توضیح میده که این چیه. خب بعد میگم خب یعنی چی؟ یعنی پوکره نمیدونم واقعا راجعش چی بگم. به خاطر این من این کتابو دوست نداشتم، سلیقه من نبوده و میگم من مطالعاتم هم خیلی به سمت ادبیات کلاسیک نیست که بخواد سلیقه‌ام باشه. ولی گفتم حالا بیام همین نظر خیلی صادقانم هم بهتون بگم دیگه. رپو به مرداد ماه به پایان رسید. اگه دوست داری کتاب زندگی خوب و بسنده رو هدیه بگیری و فکر میکنی بهش نیاز داری، توی کامنت ها بهم بگو که برات بفرستمش. و اینکه ممنون میشم اگه لایک کنین، سابسکرایب کنین اگه تا حالا سابسکرایب نکردین، منو به رفقاتون معرفی کنین، توی فضاهای مجازی پلتفرم هایی که دارین اگه معرفی کنین واقعا خوشحال میشم، واقعا ممنون میشم. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، خداحافظ.